الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد. برادر سوال نمودند که خون آیا نجاست است یا که نجاست نیست؟ بارک الله فیکم. البته ما نمیتوانیم که با یک کلمه خون را نجاست یا که نجاست نیست بگوییم، زیرا که این مسئله بزرگ است و تفصیلات و تقسیمات خود را دارد. بارک الله فیکم. در حقیقت خون به چند قسم تقسیم می شود و هر یک قسم خون احکام خاص خود را دارد. اولا تقسیمات خون وقتی که عموما نظر میکنیم به دو قسم تقسیم می شود: خون انسان و خون حیوان. و خون انسان باز به دو قسم تقسیم می شود: خون حیض و نفاس و استحاضه و خون غیر حیض و نفاس و استحاضه. خونی که از زن بیرون می شود، حیض، نفاس، استحاضه، از فرج، و غیر این خون که از دو مخرج از انسان بیرون نمی شود اما از جسم انسان بیرون می شود. از مخرج پیش و عقب بیرون نمی شود اما از انسان از دیگر جسمش بیرون می شود. و این خونی قسم های انسانی بود. اما وقتی که نظر به خون حیوان میکنیم، خون حیوان به 4 قسم تقسیم می شود: خون حیوانی که گوشتش خورده می شود، به مانند گاو، گوسفند، بز، شتر، اسب یا دیگر حیوانی که خورده می شود. و خون حیوانی که خورده نمی شود، گوشتش خورده نمی شود، به مانند خوک، سگ و دیگر حیوان هایی که گوشتش خورده نمی شود. و خون حیوان هایی که اصلا خونش زیاد نیست، جاری نمی شود، به مانند پشه و غیره که خون دارد اما خونش جاری نمی شود، سائل نیست، خونی زیاد ندارد. و 4 نمود خون حیوان، خونی حیوان مرده. پس هر یک این قسم های ذکر کردمان حکم خاص خود را دارد. پس باز مختصرا میگیم عموما نظر کرد خون انسان، خون حیوان. خون انسان به 2 قسم و خون حیوان به 4 قسم تقسیم شد. اولا نظر میکنیم به خون انسان. قسم اول گفتیم حیض، نفاس و استحاضه. به اتفاق علما خونی که از زن حیض میبراید، نفاس میبراید، استحاضه میبراید، این خونی نجاست است، خونی است که نجاست است. چه که حدیث صحیح به این دلالت میکرد، حدیث متفق علیه است. از اسماء روایت شده است که میگوید: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. یک زنی به نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمد و سوال کرد و گفت: یکی از ما به لباسهایمان خون حیض میرسد، لباسهای بعضی ما به خون حیض آسیب میبیند، خون حیض میچکد. پس به این لباسمان ما چیکار کنیم؟ خون رسیده است، خون حیض به لباس رسیده است، این لباس رو ما چیکار کنیم؟ رسول الله گفتند: تحته، به ناخونش پاک میکند، بعد از این به آب میشوید، اول به ناخونش همون خون رو میمالد، بعد از این به آب میشوید، بعد از این رو باز پاک میکند و خوش میکند و بعد از این نماز میخواند. یعنی 3 مرحله دارد. اول به دستتون خون رو پاک میکنید، خونی که خوشیده است پاک میکنید و خون رو خوشیدهش رو میریزونید، بعد از این میشوید و بعد از این باز میمالید و خوش میکنید. این دلالت میکرد که خون حیض یعنی نجاست است. و از عایشه زن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مادرمون رضی الله عنها روایت شده است که یک زن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را میپرسند از یعنی غسل محیض، غسلها من المحیض، یعنی غسلی که میکند از سبب حیض دیده اش. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند که غسل میکنی خودی فرصة من مسک فتطهری، یعنی وقتی که حیض دیدی و بعد از حیض غسل کردی، یعنی این عادتا به زن است، معروف است که حیض از زن است، باید فرج رو هم زن پاک بکند. فرجی که از همون فرجش خون ریخته است هم رو هم پاک بکند.
پیامبر صلی الله علیه و میگن یک میسک رو گیر، یک خوشبویی رو گیر و همون جای خون برآمده رو پاک کن و همون خوشبویی رو به همونجا بیمول. زنک میگد که چگونه؟ رسول الله با میگن که پاک کن. زنک میگن که چگونه؟ رسول اکرم صلی الله علیه و میگن که سبحان الله، الله پاک است. و بعد از اینکه رسول اکرم صلی الله علیه و سبحان الله میگن، عایشه میگن که من این زن رو به نزد خودم گرفتم و گفتن تتبعی بها اثر الدم، یعنی همون اثر دمی که در فرج است همون رو یعنی تازه بکن، درون فرج رو هم تازه بکن و به همین جا یک خوشبویی رو بیمال، که این روایت بخاری است. پس این حدیثایی که اومد برای نجاست بودنی دمی خونی حیض بود که هر دوش هم حدیثی، یکش متفق علیه یکش بخاری بود. اما خونی نفاس و خونی استحاضه به مانند خونی حیض است، یعنی قیاس کرده میشد. به قیاس رکنهایش، علتهایش، احکامش به جا میاد. پس خونی حیض، خونی نفاس، خونی محیض این نجاست است که باید شسته شود، پاک کرده شود. اما خونی انسانی که غیر خونی حیض و نفاس و استحاضه است از جسم انسان بیرون می شود، حکمش چیست؟ علما در این مسئله، علمای متقدمین و مؤخرین و معاصرین بین همدیگر اختلاف کرده اند و 4 مذهب این خونی که از جسم انسان میبرد این رو نجس گفتند. البته بعضی از مذهب و روایت دیگر هم دارند نجس نمیگن و دلیلشون این آیت 145 سوره انعام است که الله سبحانه و تعالی میگه قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعام يطعمه الا ان يكون میتة او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس تا آخر آیت. و این دلیلشون است که میگن که تمامی خون که از انسان بیرون می شود از جسمش هم این چی است؟ نجس است میگن. اما علمای دیگر قول دوم میگن که البته این خون نجس نیست، خونی که از انسان میبرد نجس نیست. حالا ما اتفاق کردیم که خون حیض، نفاس، استحاضه یعنی به اتفاق نجس است. حالا به مسئله دیگر در اومدیم، خون انسان از انسان بیرون میشد، از مرد خون بیرون میشد از دهانش، از دندان یا که از جسم، یا جراحت میبردارد یا میغلطد و غیر ذلك، یا هجامه میگیرد. قول دوم این است که میگن نجاست نیست. یک قول نجاست گفتن ما ذکر کردیم که 4 مذهب است. قول دوم نجاست نیست میگن. البته در این مسئله علمای محققین وجود دارند. دلیلشون این است که اول میگن الاصل في الاشیاء الطهاره، ان الاصل في الاشیاء الطهاره حتی یقوم الدلیل علی النجاسه. اصل در تمام چیزها این پاک بودنش است تا همون زمانی که دلالت یک دلیل بیاید و دلالت بکند که این چیز نجس است. و ما هیچ دلیل صحیح از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نداریم که رسول الله گفته باشند که خون نجس است، غیر از خون حیض. خون حیض رو پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان کردند که نجس است، اما غیر خون حیض در دیگر خون پیامبر صلی الله علیه و سلم صحابگان را امر نکردند که بشویید. در نزد رسول الله بسیار صحابگان جراحت می‌برداشتند، بسیارشون به خون آلوده می‌شدند. خود پیامبر صلی الله علیه و سلم در حالت ذبح در حج به خون آلوده شدند، اما یگان بار امر نکردند که شما این خون رو پاک کنید بعد عبادت بکنید. این دلیل اول. دلیل دوم این است که در حدیث صحیح آمده است که در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صحابگان به خون آلوده شدند. رسول الله دیدند که این صحابه به خون آلوده شده است و نماز خوند. این صحابگان نماز خوندند اما رسول الله من نکردند. خیلی که در حدیثی که احمد رحمه الله و امام ابو داود، احمد در مسندشان، امام ابو داود در سنن ذکر میکن. احمد در مسند، امام ابو داود در سننشان از جابر ابن عبدالله رضی الله عنه روایت میکنند که جابر ابن عبدالله میگن که با همراهی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما به غزوه به جهاد برآمدیم. نام جهاد غزوه ذات الرقاع بود و یک فاصاب رجل امرأة رجل من المشرکین، یک صحابه از صحابگان یک زن مشرکه زنی را به قتل رسانید، البته به اصابت رسانید که این زنی که از مشرکان بود. پس این مرد مشرک که زنش از دست صحابگان به جراحت کشیده شده بود، به جراحت رسیده بود، این مرد مشرک به خاطر زن مشرکش که از طرف مسلمانان
به اصابت رسیده بود، به جراحت رسیده بود، قسم میخورد که من این انسان ها رو به قتل میرسانم. عموما وقتی که صحابگان سفر میکنند از عقب صحابگان آهسته آهسته میرود و این دو نفر صحابه وقتی که به نماز می ایستند از دور می ایستد و با کمان تیر میزند، 3 تیر میزند به صحابه، به پایشان، به دستشان. عموما در حالت نماز خواندن از بدن صحابه خون جاری می شود، اما نماز رو دوام میدهند و در این مسئله معروف می شود، مشهور می شود. پیامبر صلی الله علیه و آله هیچ چیزی نمیگن که صحابه رو گشته نماز رو خوان یا که غسل کن یا که پاک شو، این چنین سخنی نبود. پس این دلالت میکرد که خون انسان این نجاست نیست در حالتی که از جراحت بیرون شده باشد. بارک الله فیکم. و این حدیث حکمش حدیثی صحیح است و در صحیح ابو داود ذکر شده است و بعضی علما حسن لغیری میگن، لیکن حدیث صحیح است، عموما حجت گرفته می شود. بارک الله فیکم. و البته در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بسیار حالت میشد که خون میریخت، جراحت میبرداشتند، زیرا که اونها در جهاد بودند، همیشه در غزوه بودند، جهاد بودند، مثل امروز مسلمانان نبودند که فقط نشینند، اونها همیشه در جهاد بودند. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچگاه نگفتند که خون نجس است، خون رو پاک کنید بشویید، نگفتند. این دلالت میکرد که خون نجس نیست، زیرا که ما در علم اصول فقه خیلی که معلوم است، یک قاعده داریم: لا يجوز تأخیر البیان عن وقت الحاجه. از وقت حاجت بیان را تأخیر کردن و به عقب گذاشتن جایز نیست. یعنی وقتی که رسول الله دیدن که صحابگان خونشون میبرد و نماز میخوانند، پیامبر این را دیدند، باید در همین جا حکم خون را اگر نجاست باشد بیان کنند. وقتی که بیان نکردند، فهمیدند که خون اصلا گویا که نجس باشد، خون نجس باشد و رسول الله صحابگان را دیده خون را، حکمش را، نجس بودنش را بیان نکنند، این جایز نیست. یعنی بر رسول الله صلی الله علیه و سلم واجب بود که هر یک حکم را در وقتش، در همون حالتش، در همون وقتش باید بیان بکنند و حکم را از وقتش تأخیر کرده، گذرانیده بیان کردن بر رسول الله و به یگان نفر جایز نیست. چیزی حرام را باید در همون دیدنتون بگوید که حرام است. پس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صحابگان را دیدن که به خونالات، چه که روایت جابر بن عبدالله در مسند احمد و ابو داود آمده است، از بدنشون خون میریخت، نماز میخوندند، رسول الله دیدن هیچ چیزی نگفتن. این دلالت میکرد که این خون نجاست نیست، زیرا که رسول الله چیزی حرام را وقتی که میدیدند باید در وقتش بیان میکردند و تأخیر کردن بیان از وقت حاجت این جایز نیست. لا يجوز تأخیر البیان عن وقت الحاجه. این دلیل دوم. دلیل سوم، تمام مسلمان ها در زمان قدیم هم امروز هم از صحابگان، تابعین، تبع تابعین تا امروز در حالت جراحت برداشته شدنشان، در حالتی که خون میریزد نماز میخوانند، به مانند صحابگان، به مانند عمر ابن الخطاب رضی الله عنه وقتی که از دست ابولولی مجوسی به جراحت رسیدند، ابولولی مجوسی به عمر ابن الخطاب رضی الله عنه کارد زد، خنجر زد. در رکعت اولی نماز بودند، بعد از اینکه خون از بدنشان میریخت رکعت دومی نماز رو هم خواندند و هیچ پاک شدن از خون و غیر ذلک نبود. دلیل چهارم این است که تمام جسم آدم این چی است؟ اجزای آدم این طاهر است. یک دستی انسان مثلا از انسان جدا کرده شود، این دست گرچنده که از انسان جدا شده است طاهر است، گرچنده که در درونش خون باشد. پس خون انسان هم طاهر است، خون انسان هم جزئی از جزئی انسان است. پس دلیل پنجم این است که مرده انسان هم طاهر است. هر یک انسانی که میمیرد طاهر است و مرده مثلا ماهی هم طاهر است. سبب پاک بودن مرده ماهی این است که خونش پاک است و این چنین سبب البته پاک بودن انسان هم دو چیز است، یکیش الله انسان را کرامت کرده است، پاک کرده است، این چنین خون انسان هم پاک است. بارک الله فیکم. اما خونی که از مخرج سبیلین، از پیش انسان، از آلت انسان یا که از عقب انسان، از دبر انسان بیرون می شود، این نجاست است، از سبب اینکه به نجاست آلوده شده و از جای نجاست بیرون می شود. بارک الله فیکم. پس ما حالا فهمیدیم که خون انسان دو قسمش
یک قسمش حرام است، نجس است. البته همش هم حرام است، لیکن در اینجا لفظ غلط شد. یک قسمش نجس است و یک قسمش نجس نیست. خون انسانی که حیض باشد، نفاس باشد، استحاضه باشد، یا که از پیش از آلت انسان یا که از عقب انسان بیرون شود، این نجس است. اما خونی که از جسم انسان، از جراحت انسان بیرون میبراید، از سبب جراحت غلطیدن و غیر ذلك، این طاهر است، باکی ندارد، طهارت انسان رو نمیشکند. اگر به انسان، به لباسش خون انسان رسیده باشد یا خونش ریخته ایستاده باشد، نماز خواند، نمازش هیچ باکی ندارد، طهارت رو نمیشکند. بارک الله فیکم. اما حیض، نفاس، استحاضه، خونی که از آلت انسان و از پشت انسان میبرد، این گفتیم طهارت رو میشکند، نجاست است. به انسان جسمش رسد هم باید پاک کند، به لباسش هم رسد باید اول به دستش مولد پاک کند، بعد از این به آب مولد بشود و خشک بکند و بعد از این نماز بخواند. البته زیرا که این نجاست است و نماز خواندن در این حالت جایز نیست. و با همین حکم خون انسان به پایان رسید. دو قسم رو بیان کردیم. حالا میگذاریم به خون حیوان. خون حیوان 4 قسم بود. قسم اول خون حیوانی که گوشتش خورده میشد. البته علما اختلاف کردند. یک قسم از علما فقها گفتند که خون حیوان البته نجس است، اما چخیلی که در مسئله خون انسان گفتیم، کسی که نجس میگه هیچ دلیلی ندارد، دلیلش واضح و روشن نیست. بارک الله فیکم. بلکه خون حیوانی که گوشتش خورده می شود، بمانندی گوسفند، بز، گاو، شتر، اسب و غیره حیوان هایی که گوشتش خورده می شود، خونش طاهر است. چخیلی که در روایت امام بخاری و مسلم آمده است از عبدالله ابن مسعود که رضی الله عنه میگویند ان النبی صلی الله علیه و سلم، البته این قصه معروف است، وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در گرد خانه الله، در پهلوی خانه کعبه نماز میخواندند، ابو جهل به بالای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شکم شتر که با رگ‌هایش، با خونهایش آمیخته شده بود، به بالای رسول اکرم در حالت سجده کردنشون شکم شتر رو میگذارد. یعنی در اینجا چندین نجاست است، هم خون شتر بود، هم رگ‌های شتر که خون‌آلود بود، و هم یعنی این اخلاط شتر به بالای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گذاشته می شود و هیچ کسی به رسول الله کمک کرده نمی تواند. سبحان الله. چخیلی که عبدالله ابن مسعود روایت می شود. غیر از ابو بکر که رضی الله عنه به کمکشان می روند و بسیارتر از دست مشرکین اذیت می کشند و حتی ابو بکر رو می زنند و به مدهوشی و بیهوشی می برند. بعد از این می گوییم بارک الله فیکم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با وجود این که به بالای سرشون در سجده نجاست خون شتر گذاشته شده بود، نمازشون رو بس نمی کنند، تمام نمی کنند، نمی شکنند، بلکه نماز خود رو دوام می دهند. این حدیث متفق علیه از عبدالله بن مسعود روایت شده دلالت می کند که خون حیوانی که گوشتش خورده می شود نجاست نیست. اگر خونی این شتر نجاست می بود، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از نمازشان بیرون میشدند، نمازشان رو قطع میکردند، تمام میکردند. و این چنین از عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که انه نحر جزورا فتلطخ بدمها وورثها ثم اقمت الصلاه فصلى ولم يتوضا. اخرجه عبد الرزاق في المصنف. عبد الرزاق در مصنفشون، ابن ابی شیبه و طبرانی در معجم الکبیر به سند صحیح از عبدالله ابن مسعود روایت میکنن و اینچنین بغوی در جعدیات روایت میکنن که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم البته در اینجا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نه، البته خود عبدالله ابن مسعود ذبح میکنند یک شتری رو و به خون شتر چی میشن؟ آلوده میشوند، حتی به اخلاط شتر آلوده میشوند. وقتی که نماز قامت به نماز گفته میشود، می آیند وضو نگرفته نماز میخوانند، با همین خون وضو نگرفته نماز میخوانند. و این فعل صحابه بود و عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه افقه بود، بینات فقیه بود و نزدیکترین انسان به رسول اکرم صلی الله علیه و آله، یکی از نزدیکترین انسان به رسول اکرم صلی الله علیه و آله بود. و این خونی که از حیوان بیرون میشد. اما از خون حیوان دم مسفوح حرام است و نجس است. باید دانید دم مسفوح چگونه، یعنی خون حیوانی که گوشتش خورده می شود
یک نمودش حرام است که باید دونید. دم مسفوح. دم مسفوح یعنی دمی که وقتی که انسان بسم الله میگوید و گردن حیوان را میبرد، در همین حالت خونی که از درون حیوان به شدت بیرون میبرد، به دفق، به قوت، به شدت به بیرون میپرد، در همین حالت اول خونی که به قوت میبرد، این رو میگن دم مسفوح. یعنی دمی که از سبب گردنش رو بریدن خون بیرون شد، خونی که از سبب بریدن گردن بیرون شد. همین خونی که به بیرون میپرد، بیرون میشود، این خون مسفوح گفته میشد. خون ریزانیده شده از سبب بریدن گردن، این خون نجس است. اما از یسیرش بخشیده شده است. یسیر اگر کمی چکیده به شما کمی رسیده باشد باکی نیست، اما اگر بسیارتر از این خونی از گردن حیوان بریده شده و برآمده شده به شما رسد، باید بشویید، پاک بکنید. این خونی نجس است، طاهر نیست، این نجس است. بارک الله فیکم. و مقصد از طاهر گفتن این خونها معناش نیست که کسی از این نموده خونها رو بخورد. مثلا خوردن این خونها حرام است. فقط ما چی میگیم؟ همین خونها انسان رو از وضو دور میکند، انسان رو از نماز دور میکند. نجس است یا نیست؟ در این حالت میگیم که نه، نجس نیست. بارک الله فیکم. اما در مسئله خوردنش حکم دیگر است که حرام است. خوردن خون حرام است. دم مسفوح، دمی که از بعد از کرد رو کشیدن از گردن حیوان میبرد، این چی است؟ نجس است. و این به نص آیت قرآن است. در سوره مائده آیت 3 آمده است که الله سبحانه و تعالی میگه حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل لغیر الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردة والنطیحة وما اکل السبع وما ذبح علی النصب. یعنی حرام کرده شد بر شما ای امت اسلام مرده، خود مرده و دم و گوشت خوک و هر اون چیزی که غیر الله به غیر الله کشته شده باشد و نفس گرفته شده، غلطیده شده و خود مرده و نفسش گرفته و همه اینها، یا هر اون حیوانی که از جانب دیگر حیوان خورده شده است، یا به بت، به وثن کشته شده باشد، به قبر و مزار کشته شده باشد، خورده این همش حرام است. پس در اینجا الله سبحانه و تعالی دم وقت خون رو حرام ذکر کرد. اما این خون را علما و مفسرین میگن که مقصد از این خونی که در آیت 3 سوره مائده آمده است، این دم مسفوح است. یعنی خونی که از گردن حیوان وقتی که میبرید بیرون میشود، وقتی که ذبح میکنید. زیرا که الله سبحانه و تعالی در سوره انعام آیه 145 این آیه را تفسیر میکند، تفسیر قرآن به قرآن، که الله میگه قل لا اجد فيما اوحي الي محرما في طعام يطعمه لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. در اینجا الله سبحانه و تعالی به پیامبر صلی الله علیه و آله امر میکند که بگو که چیزهایی که محرم است از مسئله طعام ها این چی است؟ مرده، خود مرده و دم مسفوح، یعنی دمی که ریزان داشته است، خونی که ریزان داشته است. پس خونی که از حیوان حلال، از گاو، گوسفند، بوز و چیزی حیوان‌هایی که گوشتش خورده میشد، در حالتی از گردنش ریخته شده باشد و بعد از ذبح کردن زود این خونی که به شدت میبرد ریخته شده باشد به سبب ذبح کردن، این خون حرام است و نجس است، باید پاک کرده شود و طهارت رو میشکند. اما خونی که از جسم حیوان یا که از رگ حیوان بعد از مرده، بعد از ریخته شدن خونش میبراید، یا که از گوشتی حیوان بعد از کشته شدن، مثلا گوشتایی که خون آلوده است بعد بدن شما رو خون میکند، یا که در رگ‌های این حیوان بعد از کشته شدن هم باقی میماند، این خونها نجس نیست، هیچ باکی ندارد. بارک الله فیکم. این یکمین قسمی خون حیوان بود که ما به شما ذکر کردیم. یعنی خون حیوانی که گوشتش خورده می شود. اگر خونی که کشته شده باشد، یعنی از سبب گردنش رو بریدن خون زود برآمده باشد، خون مسفوح، این نجس و حرام است. اما غیر این از جسمش برآمده یا که از گوشتش برآمده که بعد از این ذبح باشد، نجس نیست. دومین نمود خونی که از حیوانی که گوشتش خورده نمی شود، به مانند حیوان هایی که امروز گوشتش خورده نمی شود، به مانند مثلا گفتیم سگ، به مانند خوک، به مانند خر و غیر ذلك و غیر این دیگر چیزهایی که گوشتش خورده نمی شود، ما میگیم گوشت اونها
البته که خورده نمیشود و حرام است و نجس است، خون اونها هم حرام است و نجس است. هر یک حیوانی که گوشتش خوردنش حرام است، خون اون به اتفاق علما حرام است. هر یک حیوانی که گوشتش خوردن شود دانید که خونش نجس است و اگر خون همون حیوان به شما رسد، نماز شما نماز نیست، طهارتتون اگر البته باید طهارت لباستون رو از نو بکنید، لباستون رو بشوید، پاک بکنید و بعد از این نماز خوانید. بارک الله فیکم. و غیر از گربه، علما میگن غیر از گربه گوشتش خورده نمیشود، اما خونش اگر کم باشد نجس نیست گفتند. البته بارک الله فیکم، بعضی از علما میگن که برعکس خونی گربه هم نجس است، اما خود گربه نجس نیست، جسم گربه نجس نیست، آب دهان گربه نجس نیست. خیلی که در این مسئله حدیثی صحیح دلالت میکند که پیامبر صلی الله علیه و آله میگن انها لیست بنجس انها من الطوافین علیکم الطوافات. گربه نجس نیست، بلکه گربه در گرد شما زیاد طواف میکرد از سبب مشقت. اصل نجس است، لیکن از سبب اینکه مشقت هست، مناط سبب نجس نبودنش اینجا چی است؟ از سبب اینکه در گرد اطراف انسان بسیار میگردد، از همین سبب مشقت نجس نیست گفتند. بارک الله فیکم. الله میگه در سوره حج آیه 78 که و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. الله در دین به شما هیچ چیزی حرج و مرج، یعنی حرج و مشقت رو قرار نداده است. سومین نمود خون حیوان، حیوانی که اصلا خونش جاری و سائل نیست، به مانندی یعنی تمام پرنده ها یا که پشه ها که وقتی میبینید البته خون دارد در جسم است، اما خونش سائل نیست، خونش جاری نمیشد، خونش زیاد نیست، خونش بینید کم است. پس هر یک پرنده که حیوانی که یا پشه که خونش سائل نیست، خونش بسیار جاری نمی شود، یعنی کوچک است، میده هست، پس این خونش نجس نیست. پیش از حیات هم بعد از حیات هم، در حالت زنده بودنش هم در حالت مرده بودنش هم. البته ما یک چیز رو نگفته موندیم در مسئله اول خون حیوان، که حیوان هایی که گوشتش خورده می شود گفتیم خونش به دو قسم تقسیم می شود. در حالت ذبح کردن اگر خونش از گردنش جاری شود این خونش نجس است، از جسمش در حالت زنده بودن بیرون شود این نجس نیست. اما بعد از مردن این حیوان تمام نمودی خونش نجس است. باید این چیز رو ما ذکر میکردیم فراموش کردیم. هر یک خون حیوانی که بعد از مردن جاری شده است این حرام است، غیر از همون حیوانی که یا همون یک چیزی میده که خونش جاری نیست، بعد از مرگش هم این خونش نجس نیست. بمانند پشه اصلا یا زنبور یا چیزهای دیگر که خونش معلوم نیست که چقدر است، بعد از مردنش هم اگر یک پشه کمی خونش به شما رسد البته این چی است؟ نجس نیست. یا که مگس هایی که به شما مثلا در بعضی حالت ها میرسند، ناموس میگن، شما رو گزیدند، یک زدید که به شما خون رسید، البته خونش نجس نیست در حالت مرده و غیر مرده. زیرا که در حدیث بخاری آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله میگن اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فان في احد جناحه شفاء وفي الاخر داء. یعنی این دلالت میکرد که پشه به مانند امثال این دیگر چیزها این چی است؟ در حالت زنده و مرده بودنش هم طاهر است، یعنی خونش نجس نیست. چهارمین نمودی خون مرده یعنی تمام خود مرده و حیوان‌هایی که حلال کرده شده نیست اینها چی است؟ نجس است. گرچنده که حیوانی حلال باشد، حیوان حلال باشد هم به اجماع علما خود مرده خونش حرام است، نجس است. وقتی که به شما خون خود مرده رسید باید پاک بکنید، طهارت بکنید، یعنی وضو نگیرید، بلکه وضوتون باشد وضو نمیگیرید، بلکه هم خونی که هست پاک میکنید، توضیح میکنید، بعد از این نماز میخونید. و دلیلش این سوره انعام آیه 145 است که الله میگه قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعام يطعمه الا ان يكون ميته مرده او دم مسفوحه
أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل به لغير الله. به و رسول اکرم صلی الله علیه و در حدیث گفتند که ایما اهاب دوبغ فقط طهر، تمام پوست های خود مرده که دباغت کرده شده است از نجاست خون و این چیزا پاک کرده شده است، بعد از این پاک می شود. و از این استثناء کرده می شود مثلا خود مرده ماهی و خود مرده ملخ. مثلا ماهی مرده هم حلال است، نجس نیست، طاهر است. یا که ملخ، جراد میگند، خود مرده ملخ هم حلال است، پاک است، نجس نیست، خورده می شود. چلی که در صحیح اومده است که البانی صحیح میدانند و حلت لنا میتتان و الدمان فاما المیتتان فالحوت والجراد و اما الدمان فالکبد والطحال. پیامبر صلی الله علیه و آله میگن برای ما دو خون و دو مرده حلال شد. دو خود مرده یعنی ماهی و ملخ حلال شد. بارک الله فیکم. و این چنین به مرده حساب کرده می شود یک چیزی دیگر که اگر یک حیوان زنده بود، در حالت زنده بودن حیوان یک قطعه از این جسم حیوان را بریده گرفته شد، دونید که این خود مرده حساب میشد، این حرام میشد. مثلا بعضی مثلا حالت شدنش ممکن والله اعلم باشد که گوسفند را، دنبه اش را میبرند، گوسفند زنده میماند، این دنبه را میگیرند و میخورند، همین دنبه حرام است. یعنی در حالت زنده بودن حیوان هر یک قسمی که از حیوان بریده